1 2 3 سلام. Yep. Thank you. امیدوارم که خوب باشین و اپیزود قبلی ما هم که شهر کلمبو تو کشور سریلانکا بود و دیده باشین. امروز اومدیم که بریم شهر بعدی با اپیزود جدید که قراره بریم سیگیریا رو ببینیم. ولی قبل از اون یکی از بزرگترین هدفهای این سفر ما دیدن شهر پیناولا به خاطر بزرگترین یتیمخونه فیلای کل دنیاست که تو سریلانکاست. پس اول یه سری میزنیم به اونجا و بعد با هم میریم به سمت سیگیریا. پرونده کلمبو رو که توی ویدیو قبلی بستیم. اگر اون ویدیو رو ندیدین توصیه میکنم حتما ببینین، لینکش این بالا براتون میذاریم. خواستیم از کلمبو بریم به سمت پیناولا، اومدیم یه اوبر بگیریم. یادمون افتاد که یه گزینه دیگه‌ای هم توی سریلانکا مثل این که هست به نام پیکمی. ما یه نرم افزار دیگه است برای پیدا کردن تاکسی مثل اسنپ و اینجور چیزها. یه راننده خیلی خوب گیرمون اومد به نام آیش. یه آقایی بود که انگلیسیش خیلی خوب بود، خیلی بهمون کمک کرد، راهنمایی خوبی بهمون کرد و خیلی خلاصه توی جاده بهمون خوش گذشت. بعد از 3 ساعت رانندگی رسیدیم به رانندگی، البته توسط آقای راننده. بعد از 3 ساعت رانندگی رسیدیم به پیناولا. کلا توی سریلانکا سیستم تاکسیرانا اینجوریه که اگر برای شما جایی توقف داشته باشن و منتظرتون باشن هیچ پولی بابت اون دریافت نمیکنن. آره، شارژتون نمیکنن. آره، اونجا خیلی پکیج‌های مختلفی داشت. میتونستین مثلا انتخاب کنین که فقط میخواین به فیلا غذا بدین یا تماشاشون کنین یا حمامشون کنین. ما همشو با هم انتخاب کردیم که کلا با هم شد نفری $15. نمیتونم از هیجان و حال هوایی که وقتی وارد اون یتیم خونه شدیم براتون بگم. 111 تا فیل یتیم اونجا هستن که ازشون سرپرستی و نگهداری میکنن و با همین هزینه های بلیطا خب کار و هزینه هاشون رو در واقع پرداخت میکنن. بیشترشون مادن، 68 تاشون مادن و بچه ها و ما بقی نرن. اول از همه که ما وارد شدیم رفتیم سمت یه قسمت مشخصی که یه ارتفاعی داشت و به فیلا غذا میدادیم. سبد میوه‌های آماده گذاشتن اونجا، یه هزینه‌ای براش پرداخت میکنیم و واقعا خیلی قشنگه. ما توی تایلند هم به حیوونا غذا داده بودیم توی باغ وحشش، ولی خب اینجا خیلی حال هواش متفاوت تر بود. ساعت 2 ظهر هر روز فیلا رو از داخل این مجموعه میبرن اون سمت خیابون که یه رودخونه‌ای هست و وقت حمامشونه. اول از همه یه چیزی همینجا بگم، یه سری هتل تو همون محوطه هست که اگه دوست دارید که تجربه اینو داشته باشید که حمام کردن فیلا رو بیشتر از ما ببینید، اصلا میتونید اونجا اقامت داشته باشین. خلاصه که رفتیم برای حمام کردن فیلا. وقتی که رفتیم اون ور جاده رسیدیم کنار رودخونه که یه منظره بی‌نظیر از رودخونه داشت. منتظر موندیم تا فیلا دونه دونه اومدن توی آب برای آبتنی. اونجا یه نفرم یکی از مربی‌ها خودش با پمپ آب فشار قوی آبو میگرفت به فیلای دیگه که نمیدونم حالا شاید برای اینکه ترغیب بشن بیان یا اینکه بدنشون بیشتر تمیز بشه، خنک بشن. آره خنک بشن. یه چیز جالبی که یکی از مربی‌ها بهمون گفت اینه که این فیلا رو با توجه به شخصیتشون انتخاب میکنن که چه نقشی داشته باشن. مثلا اون فیلی که ما بهش غذا میدادیم فیلی بود که خیلی همکاری میکرد، یا مثلا اون فیلی که دراز کشیده بود و ماساژش میدادیم آب تنیش میکردیم فیلی بود که حالا شاید خیلی تنبل بود یا خیلی آروم بود. 45 سالش بود و اسمش هم کومالی بود. واقعا خیلی فیل آرومی بود. من شخصا با این ذهنیت هم ازشون که خیلی مهربونن و آرومن، ولی به هر حال
حال چند تن حیوان بود. ما خود نگران امنیت خودمون بودیم. از مربی پرسیدیم که مثلا این قلقی داره، جای حساسی داره، مثلا بهش دست بزنیم و اینا، که گفت نه خیلی آرومه. ما هم دیگه شروع کردیم شستنش و نوازشونه، کم کم پررو شدیم، خرطومش رو بغل می‌کردیم و گوشش رو بلند می‌کردیم و اینا. واقعا خیلی فیلم آرومی بود. همون موقع هم چون خودمون حالا مشغول شست و شو بودیم، مربی‌ها ازمون یه خورده فیلم و عکس و اینا گرفتن که بعداً درخواست یه انعام کوچیکی کردن ازمون دیگه. خلاصه خیلی جای باحالی بود دیگه. هر ور نگاه می‌کردی فیلا هر یکی مشغول غلط زدن توی آب بود. یکیشون هم اتفاقاً که خیلی فکر کنم یاغی بود، برای خودش هم توی رفته بود اون ور رودخونه، اصلا آبتنی خوراکی می‌خورد از درخت، برگ می‌کند و نمیدونم. مامان و بچه‌ها مثلا همش کنار هم توی مدت تو طول حمام بودن. خیلی چیز قشنگی بود. به خودمون اومدیم دیدیم چقدر گرسنمونه و اصلا اینقدر اونجا هیجانی بودیم که نفهمیدیم زمان چجوری گذشت. بالای این رودخونه یه سری رستوران و کافه هست که ما یکشو انتخاب کردیم و گفتیم بذار غذای سریلانکایی تست کنیم. کتوی گیاهی و دریایی خوردیم، خوب بود، ولی من دیگه اینقدر هیجان داشتم که فکر می‌کنم خیلی از غذاهامو تونستم بخورم. عالی نبود ولی اون یک بار تجربهش میارزید. بعد از اینکه دیگه حالا اینجا کارمون تموم شد دیگه سریع رفتیم به سمت راننده. توی مسیر یه سری مغازه‌هایی هستن که خیلی هم جالب هم یه کمی حال به هم زنه. از مدفوع این فیلا صنایع دستی و سوغات میسازن دیگه. حالا اینا یه پروسه‌ای داره که اینا رو تمیز میکنن و آماده میکنن و چیزایی مثل دفترچه یادداشت و کاغذ و قلم و چیزای جالبی ازشون درست میکنن. بعد از اینکه دیگه حالا این بحث پیناولا رو ناچار بودیم که تمومش کنیم، رفتیم به سمت ماشین. آیش اونجا منتظرمون واسطاده بود. توی مسیر حقیقتاً پیناولا به سیگیریا خیلی سرسبز و قشنگ بود، یعنی جاده خیلی قشنگ بود، ولی متاسفانه تو تموم این کشور به غیر از حالا یکی دو تا اتوبان به شهر در واقع پایتختشون، بقیه همه اصلا شونه خاکی نداره. جاده ها قشنگ پرپیچ و خمه ولی کیلومترهای کم و شما تو زمان خیلی طولانی میرید. تو طول مسیر به پیشنهاد خود آیش یه جا کنار یه معبدی که دریاچه کوچیکم بود واسطاد و آب نارگیل تازه خوردیم و بعد از اونجا حدود 2.5 ساعت اینا راه بود از پیناولا به سیگیریا و رسیدیم به هتلمون توی سیگیریا. یکم از مرکز شهر دور بود ولی خیلی محوطه قشنگ و جذابی داشت. هتلمون اصلا شبیه یه هتل معمولی نبود. یه باغ خیلی بزرگ سرسبز بود که وسطش یه استخر داشت و دور تا دورش هم پر از ویلاهای چوبی بود که همون اقامتگاه‌های ما. وقتی که رفتیم توی اتاق یه غروب شده بود. چون این هتل وسط طبیعت بود یه خورده نگران این بودیم که پشه اذیتمون کنه. از هتل خواستیم بهمون پشه بند بده. وقتی که رفتم پشه بند رو تحویل بگیرم، مدیر هتل بهمون گفتش که از ساعت 9 شب به بعد از هتل نرین بیرون از محوطه باغ. که من گفتم چرا؟ گفت برای اینکه ممکنه فیل بهتون حمله کنه. یه توضیحی کلا درباره فیل‌ها توی سریلانکا بهتون بدم. توی سریلانکا حدود 2500 تا فیل وحشی وجود داره که برای خودشون آزادانه هر جا بخوان میرن. این فیل‌ها هر سال حدود 20 نفر آدم رو میکشن و به ماشین‌های کوچیک و مزرعه‌ها حمله میکنن که به خاطر همین هم بعضی وقتا مردم برای محافظت از خودشون و مزرعه‌هاشون ناچار میشن که متاسفانه این فیل‌ها رو بکشن. برای همین دولت دور خیلی از مزرعه‌ها و جاده‌ها اومده به عنوان حصار یک کابل‌های با ولتاژ برق ضعیف نصب کرده که مانع این عبور و مرور بی‌رویه فیل‌ها بشه. فیل اضافی ممنوع. پس همگی همراه من بخونید بچه‌ها. قدر بابا برقی رو خوب میدونید. هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش. هرگز نشه فراموش. صبح با ذوق و شوق اینکه میدونستم طاووسا هستن زودتر بیدار شدم، پرده‌های اتاقو زدم کنار، دیدم وای که چند تاشون دقیقاً تو نقطه دید ما بودن. آماده شدیم بریم واسه یه صبحانه. آیتم‌های صبحانه خیلی متنوع نبود ولی همونا بسیار بسیار خوشمزه، تر و تازه، پر از میوه. کلاً بیس صبحانه‌های سریلانکایی خیلی میوه هستش. صبحونه رو خوردیم و با آیش هماهنگ کرده بودیم که باز بیاد دنبالمون که بریم سمت معروف‌ترین جاذبه شهر سیگیریا که به قلعه و صخره سیگیریا معروفه.
توی ورودیه‌هایی که توی این سفر دادیم این از همه گرونتر بود. ورودیه $35 داشت و حالا اونو که دادیم و نگم که چه بارونی میومد، سیلاسا، مه، اصلا هیچ چیزی دیده نمیشد. یکم خورد تو ذوقمون ولی گفتیم اوکی اوضاع آب و هوا احتمالاً بهتر میشه. شروع کردیم که بریم بالای این قلعه. 1270 تا پله داشت تو بارون با اون وضعیت. یه دست چتر رو دیگه حالا شما تجسم کنید، امکاناتمون هم اونقدر مناسب نه. خستم که خب میشدیم ولی مثلا یه جای بین راه یه خانم مسن دیدم، فکر کنم اروپایی بود، که 2 نفر زیر بغلش رو گرفتن و داشتن اینو میبردن بالا. اونجا بود که دیگه اصلا از خودمون خجالت کشیدیم و گفتیم با سرعت با انگیزه رفتیم بالا و خیلی منظره قشنگ بود. اولش که رفتیم یه ذره باز هنوز مه بود، صبر کردیم، اینقدر صبر کردیم و پافشاری کردیم تا هوا باز شد و دیگه تونستیم کل اون اطراف صخره رو ببینیم. بی نهایت سبز، زیبا، قشنگ. قبلا یه پادشاهی اونجا زندگی میکرده که هنوز یه سری از در واقع آثارش باقی مونده. به میمونا غذا دادیم، کلی لذت بردیم، کلی محتوا تولید کردیم و اومدیم پایین. 200 متر ارتفاع رو توی بارون آروم آروم اومدیم پایین. وقتی رسیدیم پایین دیدیم گرسنمون شده. خب طبیعی بود، اونقدر فعالیت کرده بود. قبل از اینکه خودمون به غذا برسیم یه میمون رو دیدیم که ولمون نمی‌کرد. یادمون اومد که توی کیفمون 1-2 تا موز داشتیم، بهش دادیم، خورد، خیلی کیف کرد، یه دلی از عزا در آورد. چه عجله خوردی؟ روی نقشه یه رستوران پیدا کردیم. از یه جاده خاک رس بارون زده قدم زنون رفتیم و رسیدیم به اون رستوران. برای اولین بار کاری سبزیجات و مرغ با پلو سفارش دادیم که تبدیل شد به غذای مورد علاقه کل سفرمون. غذا رو خوردیم و برگشتیم هتل. همونجا بود که مدیر هتل، چون اسپانسرمون شده بودن، دعوتمون کردن به یه شو رقص سریلانکایی و شام اون شب. اولش ذره تردید داشتیم چون خسته بودیم، ولی بعد از طرفی گفتیم که خب مثلا شاید فرصت خیلی خوبیه که این هم ببینیمش و خوب شد که رفتیم. واقعا من اصلا فکر نمی‌کردم توی شهر کوچیک یه شویی به چنین کیفیتی اصلا برگزار بشه. یه سالن کارهای هنری و فرهنگی اونجا داشتن، خیلی تعداد زیاد رقصنده، رقصای محلی از شهرهای مختلف. بعد رقصاشون هم خیلی جالبه، حالات ناراحتی، غم، مشکلات زندگیشون یا حالا آییناشون و عبادتشون و اینا. مثلا یک از معروف‌ترین رقصاشون رقص کندیان بود که حالا تو اپیزودهای بعدی هم می‌بینید که یه جای دیگه هم با یکی از قشنگ‌ترین نمونه‌هاش روبرو شدیم و خلاصه کلی کیف کردیم. آخرم یه آتش بازی داشت و یعنی یه رقص با آتش بود و بعد آخر برنامه گفتن که حالا هر کسی که دوست داره بیاد بالا با ما برقصه که مرداد اول از همه پرید رو صحنه بود. خیلی کلا گروه حرفه‌ای و کار خیلی قشنگ و خیلی صمیمی بود، حتی جو اونجا هم اونو حس می‌شد. تمام شد و دیگه با توک توکی که برامون گرفته بودن برگشتیم هتل و جاتون خالی. شام مهمون هتل بودیم، یه سوپ خامه و میگوای اونجا خیلی خوشمزه. شبمون به قشنگ ترین حالت ممکن تموم شد. صبح روز بعد محتوایی که باید از هتل تهیه می‌کردیم رو تکمیل کردیم و اون موقع 2 تا غم بزرگ داشتیم. یکی این که آیش برای اولین بار نتونست بیاد دنبالمون و دیگه آخرین باری بود که آیش رو دیدیم. مسئله دومم این بودش که با هتل به اون زیبایی وسط طبیعت باید خداحافظی می‌کردیم. مقصدمون شهر کندی بود، اما وسط مسیر باید غار و معبد دامبولا رو می‌دیدیم. بازم آیش هوامون رو داشت و دوستش دینش رو فرستاده بود آیش که دینش آره ما رو ببره به مقصدمون.
Hi دینیش. Thank you. حدود کمتر از 1 ساعت توی مسیر بودیم تا رسیدیم به غار و معبد دامبولا. ورودیش حدود $6 بود که خیلی کم بود، اما برخلاف اون چیزی که زیاد بود، پله، همش پله است این کشور. مردیم انقدر پله رفتیم. دوباره 160 متر ارتفاع. یه چیز عجیبی هم که فهمیدیم این بودش که توی این معبد میموناش خیلی دزد و همچین بی‌اعصاب بودن. اولین چیزی که دیدیم این بود که یه میمون از یه دستفروش خوراکیشو دزدید و فکر کنم زخمیش کرد. دستشو گاز گرفت. یه جا هم وایستادیم آب نارگیل بخوریم، آب نارگیل رو خریدیم و پولشو دادیم، اومدیم بریم. فروشنده گفت کجا میریم؟ گفتیم چیه مگه؟ گفت که باید همینجا وایستین بخورین که همه دوره هم هستیم. اگر توی مسیر میمونا تنها پیداتون کنن ممکنه بهتون حمله کنن و نارگیل رو از دستتون بقاپن. یعنی برای خوراکیه ها ذاتا انقدر ترسناک نیست، ولی خب چون خوراکی رو میخوان ممکنه مثلا بیان بگیرنش. غار و معبد دامبولا یه قدمت 2000 ساله داره که ثبت هم شده توی یونسکو، یعنی ثبت جهانی شده. توی مسیر یه خانم خیلی زیبای مهربون رو دیدیم که گل میفروختن، ازشون یک چند تا گل نیلوفر گرفتیم و وقتی که وارد محوطه خود صخره‌های اون در واقع تو دل یه جور غار ماننده دیگه رفتیم داخل، یه حوضچه‌ای بود که پر از نیلوفر بود. اول اون کنار نشستیم و یکم لذت بردیم و عکس و فیلمش رو گرفتیم و بعد از اون رفتیم به سمت داخل خود محوطه معبد. پر از بودا بود با ابعاد قولاسا، یعنی یه بودای اونجا هست که 15 متره در واقع طولش، حالت نشسته، خوابیده، ایستاده. نباید باهاشون با سلفی بگیرین چون که پشتتون رو نباید ببینین، بی احترامی میشه. باید در واقع عکس‌ها رو فقط از اونا بگیرید یا خودتون روتون بهشون باشه. یه نکته دیگه که حتما بهتون بگم، چون که توی معبد باید کفشتون رو درارین، بهتون پیشنهاد میکنم که حتما جوراب اضافی ببرید. اکثرا بارون میاد، پاهاتون خیس میشه و بعد کفشتون کثیف نشه. و اینکه خانم‌ها هم نیاز به یه حجاب، یعنی سرشون نه ولی دستاتون باید پوشیده باشه و تا زیر زانو. اگه نباشه اونجا با یه هزینه خیلی کوچولو بهتون لباس کرایه میدن. معبد رو دیدیم، پیاده رفتیم به سمت یه بخش دیگه ای داره که بهش میگن معبد طلایی. اونجا یه مدرسه و حالت خوابگاه آیین خودشون بودیسم بود که بچه‌ها رو اونجا میدیدی که مثلا تو سنای مختلف و اون اطراف هم یه گشت زدیم. راننده اومد دنبالمون که دیگه از اونجا بریم به سمت مقصد بعدی، شهر کندی. توی اپیزود بعدی قراره با هم یه سر به شهر کندی بزنیم و بعدش هم با هم جذاب ترین بخش کل سفر سریلانکا رو با هم تجربه کنیم که سفر با قطار از شهر کندی به الا هستش. مرسی که تا اینجای ویدیو رو تماشا کردین. اگر از این ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنین، توی کانالمون سابسکرایب کنین، بهمون انگیزه بدین. هنوز خیلی جاهای زیادی مونده که بهتون نشون بدیم و براتون تعریف کنیم. با ما باشین، بهتون خوش میگذره.